خاطرات حبیب الله بلور، پیشکسوت بزرگ کشتی ایران، قسمت سوم. مسابقات جهانی صوفیه پایتخت بلغارستان، میعادگاه کشتیگیران بزرگ جهان. من باید این روزها، مخصوصا روزهای مسابقه، تمام گفتار و کردار و حرکات و رفت آمدهای کشتیگیران را، حتی کسانی که با آنها صحبت می کنند، زیر نظر داشته باشم. خودم در این کار وسواس عجیبی دارم. با این حال امروز روز مسابقه است و یکی از کشتیگیران من غیبش زده است. با اینکه باید تمام فکر و ذکر من روی تشک و کشتی ها باشد، اما گم شدن این کشتیگیر برای من واقعی مهلکی شده. هرچه کشتی ها به وزن او نزدیک می شود، ناراحتی من دوچندان بالا می رود. اما ناگهان وقتی کشتی به وزن او می رسد، یک مرتبه خبر می دهند که کشتیگیر مورد صحبت ما در جایگاه شماره فلان است. با عجله خودم را به آنجا می رسانم. می بینم که 2-3 مأمور او را گرفتند، می خواهند پولهایش را از جیبش درآورند. کشتیگیر من که باید حالا روی تشک مسابقه باشد، در منتهای ناراحتی چه باید کرد؟ اولین چیزی که از مغزم می‌گذرد این است که باید کاری کرد که هم کشتیگیر از جدول مسابقات خارج نشود و هم با رویه خوب به دیدار حریف برود. مترجم تیم را می‌خواهم. هنوز نمی‌دانم جریان چیست. از مأمور می‌خواهم که او را با ضمانت من که سرپرست تیم هستم رها کند. کشتیگیر یک لحظه آرام نیست. می‌خواهد در اولین فرصت فرار کند. به او قول میدم که هرگز فشاری نداشته باشد و هر گرفتاری که داشته باشد برطرف خواهد کرد، به شرط آنکه مردانه با روحیه قوی کشتی بگیرد. کشتیگیر مد نظر که 2 بار اسمش را برای کشتی خوانده بودند، با روحیه خوب روی تشک رفت و حریفش را برق‌آسا ضربه فنی کرد. اما من هنوز در زندان زیر جایگاه گرفتار مأمورین بودم. وقتی بلندگو پیروزی ایرانی را اعلام کرد، فوری فرستادم کشتیگیر را آوردند. حالا می توانستم با خیال راحت وارد اصل مطلب شدم. معلوم شد که کشتیگیر من برای فروش جنس و خرید سوغاتی که متاسفانه مرسوم بود، مقداری ساعت وارد بلغارستان کرده است. مأمورین بلغاری که در تعقیب این گونه خرید و فروش های غیر مجاز رد می زدند، اطلاع پیدا می کنند که این کشتیگیر ساعت می فروشد. برای غافلگیری کردن او مقدار زیادی پول می دهند و وسیله در اختیارش می گذارند تا به محل استراحت تیم ها برود. کشتیگیرم وقتی می بیند که بازارش رواج و رونقی دارد و مردم ساعت ها را خوب می خرند، هر چه ساعت در ارده بوده بر می دارد، همراه ساعت های خودش راه می افتد تا آنها را به مأموران مشتری نما بفروشد و بعد از همین معامله است که او را به زیر جایگاه می آورند و گرفتار می شود. به هر حال وقتی به زیر جایگاه رسیده بودم که مأمورها پولشان را می‌خواستند و او از دادن پول آنها خودداری می‌کرد. او را برای کشتی فرستادم. مسابقهش را برد و برگشت. اما حالا خودم گرفتار بودم. باید هرچه زودتر به کنار تشک کشتی برمیگشتم و بقیه بچه‌ها را راهنمایی می‌کردم. چاره ای نبود. پولها را از جیب او درآوردم و به مأمورها یا صاحب پولها برگرداندم و فوری سر وقت سایر کشتیگیرانم رفتم. روز اول مسابقات تمام شد، ولی چشمتان روز بد نبیند. نمیدانید چه جنجالی بین کشتیگیران برپا بود.
بچه ها که هر کدام چند جعبه ساعت برای فروش آورده بودند، حالا که همه آنها را از دست رفته میدیدند، نمیدانید چه سر صدایی را انداخته بودند. اصلا چیزی که دیگر مطرح نبود کشتی و مسابقات جهانی بود. خدا پدر بانی و باعث این خرید و فروش ها را بیامرزد. قابل ذکر است که استاد ایوب الله بلور در یکی از قسمت ها عامل رواج این موارد را ساینبیگ آریکان، اولین مربی کشتی تیم ملی که ترکیه بود، معرفی می‌کند. خلاصه ما با هر کشتیگیری که راجع به اجرای فن و جدول مسابقات صحبت میکردیم با ناراحتی میشنیدیم که بابا من هرچی پول داشتم ساعت خریدم و از هستی ساقط شدم، حالا شما از کشتی صحبت میکنی؟ یقین کردم که با این وضعیت دیگر نمیشود کشتیگیران را روی تشک فرستاد. با مرحوم غلامرضا تختی نشستیم و دیدیم چاره‌ای نیست جز آن که با مسئولین وارد مذاکره شویم. این کار را خودم به عهده گرفتم و پس از بازجویی‌های لازم و رفت آمد زیاد از طرف حزب کمونیست بلغارستان مسئول این ناحیه مأمور شد تا با من و رئیس فدراسیون کشتی بلغارستان ملاقات کند. داخل یک اتوبوس رئیس فدراسیون کشتی بلغارستان و مترجم فارسی نشسته بودند. رفتم کنار آنها نشستم. قبل از همه چیز گفتم که من نمیدانم، شاید کسانی که این ساعتها را گرفتند خودشون قاچاقچی باشند و این صحنه ها را مخصوصاً به وجود آوردند. در این هنگام همان کسی که خود را مسئول حزب کمونیست معرفی میکرد دفترچه‌ای را از جیبش بیرون کشید و به دست من داد. عکس او به دفترچه الصاق شده بود. معلوم میشد که افسر پلیس است. خودش را معرفی کرد و گفت که خود او ساعتها را گرفته است. من منتهای دفاع را کردم و گفتم که این قهرمان‌ها تنها برای اینکه بتوانند مقداری سوغاتی از کشور شما بخرند این ساعتها را آوردند. اضافه کردم که کار شما به رویه آنها لطمه میزند. مأمور حزب در جواب من گفت که این موضوع به طور مفصل در مجلس ما مطرح شده است. حتی تیم فوتبال ما به خاطر حمل جنس قاچاق مدتی در مرز ماندگار شد. از ورودش به داخل کشور ممانعت به عمل آمد تا اینکه پس از 3 روز شور و نظریات مخالف و موافق تصویب شد که این عمل یک کار خلاف قانون است. ما تنها به خاطر آنکه کشتیگیر شما مهمان ما بوده او را زندانی نکردیم و از خطای او گذشتیم و الا. من هر چه بیشتر پیله کردم کمتر روی مساعد دیدم. میدانستم که اگر با دست خالی از اتوبوسی که بچه‌ها از آن طرف خیابان چهارچشمی مواظبش هستند پایین بیایم دیگر از کشتی و مسابقه خبری نخواهد بود. نمیدانم شانس با من بود یا چیز دیگری که فوری از مغزم گذشت. گفتم در بین این ساعتها که شما به عنوان قاچاق گرفته اید ساعت من هم هست. این ساعت را از روی میز من برداشتم. باید آن را به من بدهید وگرنه مجبورم به عنوان جنس گم شده آن را تعقیب کنم. البته لحنم دوستانه بود و با خواهش توانستم ساعت خودم را بگیرم. طوری ساعت را گرفتم به دستم بستم که کشتیگیرها از آن طرف خیابان دیدند، دست زدند، احساس موفقیت کردند. به مترجم گفتم ممکن است خواهش کنم که ساعتها را بیرون بیاورید، لااقل جعبه های خالیش را به ما بدهید. فکری که از مغزم گذشته بود برای آنها نیز روشن بود. فهمیدند که نقشه من چیست. برای همین زیر خنده زدند و جعبه های خالی را طوری که کشتیگیران ببینند به دست من دادند و من از اتوبوس پیاده شدم. حالا
می توانید مجسم کنید که بچه ها چه شادی و چه داد و فریادی را انداختند. یکی می گفت بلور چرچیل بی قلمه، دیگری می گفت بلور هیتلر بی توپ تانکه، یکی می خندید و می گفت بابا بلور شیر بی یال و دمه. منم مثل این که از فتح لنینگراد برگشته باشم جعبه های خالی را به هم دست با ساعت گرفتم، روانه اتاق شدم، همه را در چمدان گذاشتم، در چمدان را قفل کردم، اخم‌هایم را توی هم کردم به طوری که هیچ یک از کشتیگیران جگر حرف زدن پیدا نکردند. دیگر همه خیالشان راحت شده بود، جای ساعتها را امن و امان می دانستند. دوباره صحبت کشتی و مسابقه به میان آمد و مسابقات تمام شد. به فرودگاه مهرآباد که رسیدیم جعبه های خالی را بیرون کشیدم. 2 ساعت تمام سر جعبه های خالی دعوا بود تا اینکه بالاخره تقسیم شد. ولی نمیدانید چقدر تماشایی بود. بچه ها در جعبه ها را که باز کردند دیدند که جا تنه و بچه نیست. هنوز هم که هنوزه چند تا از بچه ها وقتی به من میرسن میگویند آقا بلور خوب ساعت ها را بالا کشیدی، آفرین به این تیز چنگی. بابا بخندید، بازم که نمیخندید. پایان قسمت 3.